هر سال هزاران نفر بابت استفاده از ترقه و مواد منفجره آسیب‌های جبران ناپذیری می‌بینن. پس لطفاً به هیچ عنوان این کار را در خانه یا حتی در طول زندگی خود انجام ندهید. آقای گل سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم بیرون یه تست انفجار چهارشنبه سوری انجام بدیم، ولی بچه‌ها این کار خیلی خطرناکه. به هیچ عنوان دنبال ترقه آتش بازی انفجار نرید، چون فقط با جونتون بازی میکنید و امکان داره که واسهتون آسیبای جبران ناپذیری پیش بیاد. مایی هم که داریم این کار رو انجام میدیم داخل یه فضای خیلی بازه، باغ هیچکی نیست، از صاحب باغ هم اجازه گرفتیم و بازم میگم این کار رو تو خونه هیچ جایی اصلا انجام ندید که واقعا فقط بازی با جونتون و خیلی خطرناکه. فقط تو این کار تست انفجار من تنها نیستم، مهندس ایزوتوپ یا همون حجلی همراه شماست و بدل جیسون استادهام اینجاست که کمکمون کنه انفجار رو انجام بدیم. 3 تا اپشن انفجار داریم که مهندس ایزوتوپ در ادامه معرفی میکنه و وزن کشی رو انجام میدیم. قراره که با این ترازو وزن بکشیم و داخل این قابلمه بذاریم و بتره کنیم ببینیم در قابلمه چقدر میره بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز این 3 تا اپشن رو می‌خواستم بهتون معرفی کنم. مورد اول که کوچولو و گوگلو مگولوه، مشخص و منتسب به حج ابراهیم که می‌بینید، ولی خب اشتباه نکنید، از قدیم میگن فلفل نمیچریزه. وسطی منتسب به استاد بزرگ عمو بیک، همونجور که می‌بینید حجم و خب مشتی و کار درست حرفه‌ای که تلفاتم داره، یعنی اینجوری نیست که فقط بپکه و خدا. آره بچه این کار خیلی خطرناکه. ببینید بار چندم میگم، نه تو خونه نه بیرون هیچ جایی تست نکنید. اما مورد سوم که دیگه مد نظرتون هست، منتسب به خودم، بله، تو خوشگل کار درست مشتی پر رو قرنیه مشکی. بچه‌ها این نامگذاری رو ما روی وزنامون انجام دادیم و بالاترین رسید به حاجلی. بله با افتخار، سنگین وزن و خیلی هم عالی. حله بریم واسه وزن کشی. رفقا اومدیم واسه وزن کشی. واحدمون گرم هستش و اولی رو که منتسب به حج ابراهیم بذار ببینیم چقدر وزنش. حج ابراهیمو در میاریم، خسته نباشی قهرمان. در وزن 183 گرمه. در وزن 183 گرم رقیب در مسابقات انفجار. و اما میرسیم به عمو بیگ بزرگ، وزن کشی میکنیم. انشالله قهرمان. 650 گرم یا 649 گرم. 649 گرم با افتخار، 1 گرم ارفاق میشه 650 گرم. و اما خودم ته گنده میره روی ترازو 845 گرم. بله 845 گرم با فتیله سرش. و اما بعد رفقا تست انفجار ما به این صورته که این قابلمه رو گذاشتیم و یکی یکی اینا رو میذاریم، میخوایم ببینیم گر قابلمه چقدر پرت میشه هوا و کدوم برنده میشه. خب مورد اول رو داریم که آقا ابراهیم زحمتشو میکشه میذاره تو قابلمه. ابراهیم بذار. هر موقع گفتم آتیش بزن حواست جمع باشه ابراهیم. خب آره درش هم بذار، آره که قشنگ مسبوق بشه. خب هر موقع گفتم نه خاموش نمیشه. هر موقع گفتم باشه بذار من برم جاگیری. الان نه میخوام برم جاگیری کنم. نزن آماده است آقا، اینو بذار. تموم شد. عالی. ابراهیم با حفظ آرامش آتیش بزن بیا پایین. بزن تست اول. آماده 1 2 3. خب جیسون ایرانی آتیش زد و داره میاد این سمت. ببین درش چقدر پرت میشه. یا خدا یا خدا. نه این یکی نشد، این یکی آتیش گرفت. یا خدا. آخ نه این چون که دراز بود اینجوری شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دومی آتیش زد اومد پشت اینجا، ببینیم چه اتفاقی میفته. یا خدا یا حضرت عباس. یا حضرت عباس. در یا
یا قرآن